در این حال که امروز میخوام بهتون رفرنس دهی با مندلی رو هم آموزش بدم، میخوام یک مسئله ای رو که نظر شخصی من هست رو هم خدمتتون عرض کنم و اونم اینه که منتورینگ شخصی خیلی خیلی و خیلی خیلی بهتر از کارگاه هایی هستش که شاید خیلی از ماها توشون شرکت میکنیم. به عنوان مثال شما برای یادگیری این رفرنس دهی شاید توی چند تا کارگاه هم شرکت کرده باشین، ولی به صورت عملی بازم بهتون یاد نداده باشن که چطوری میاین و رفرنس دهی رو انجام میدین و اومدن یه سری چیزهای گلمبه سلمبه و آکادمیک براتون گفتن که اکثرشون هم به درد نخور هستن، یعنی میشه گفت در حالی که وقتی که شما یک به یک از یک منتور شخصی دارین یاد میگیرین، خیلی راحت و توی زمان شاید یک پنجاهم یا یک صدم اون تایم میتونین که مطلب رو یاد بگیریم و استفاده کنیم. به عنوان مثال حالا من رفرنس دهی رو راجبش الان میخوایم صحبت کنم. این حالا یکی از مقالاتیه که من خودم پابلیش کردم و میخوام که رفرنس دهی و استفاده از اون رو توی مقالات بهتون یاد بدم. الان اگه من بخوام از یک مطلبی که توی این مقاله نوشته شده استفاده کنم، اگر اون مطلب یافته خود نویسنده باشه، باید به خود این مقاله من رفرنس بدم. ولی در حالی که من این مقاله اومده به یک مطالعه دیگه‌ای رفرنس داده، شما هم باید به اون مقاله‌ای که اون یافته رو داشته رفرنس بدین. نه اینکه بگین که مثلا من اومدم این جمله رو و این مطلب رو از داخل این مقاله برداشتم. این کار درستی نیست. حالا این یک مقاله مروریه که معمولا دستاورد خاصی نداره. شما چون پژوهش خاصی انجام نمیدی که مثلا بیای اون رو بنویسی و رفرنس دهی کنی، ولی حالا اگه بخشی وجود داره که مثلا نظر شخصی ما هستش توی این مقاله که میاد تو بخش مثلا کانکلوژن هست یا تو بخش ریزالت ها هست که نظر شخصی اون رو میدیم، مثلا میگیم که آره مثلا بر اساس نتایج ما این نتیجه رو میگیریم که اگه پری تریتمنت انجام بدیم فلان اتفاق انجام میشه، که این نظر شخصی خود نویسنده توی مقاله ریویو هست. اگه میخواین اون مطلب رو بیان کنین، آره اون موقع میتونین به خود این مقاله رفرنس بدین. ولی نه، وقتی که میاین از مطالبی که داخل این ارائه شده و انتهای جمله یه رفرنسی داره استفاده کنین، شما هم باید به این رفرنس سایت یا رفرنس بدین. الان به عنوان مثال من این جمله رو میخوام ازش استفاده کنم که حالا بیان کرده که Activated CD8 positive T cell ها PD-1 رو بیان میکنن. خب اولین کاری که میکنم اینه که بیام این جمله رو توی ورد مینویسم، ولی به صورت پارافریز شده، یعنی خود جمله رو نمیتونم کپی کنم و میام با یک بیان دیگه، با بیان خودم مینویسم اینو. مثلا مینویسم Activated Cytotoxic T cells که سایتوتوکسیک همون سایتوتوکسیک تی سل ها همون تی سل های CD8 پوزیتیو هستن که این هم یک بیان دیگه ای هستش. Express PD-1. خب وقتی که من این جمله رو نوشتم باید بهش رفرنس بدم. الان سوالی که اینجا پیش میاد اینه که من این رفرنس رو خود این مقاله رو انتخاب کنم، این مقاله رو یعنی به عنوان رفرنس بدم، یا اینکه این شماره 11 رفرنس 11 که دادن اینجا رو رفرنس بدم بهش. این 11 همون مقاله‌ای هستش که بیان کرده، یعنی پژوهش انجام داده و نشون داده که بله روی تیسل های CD8 مثبت PD-1 بیان میشه. پس منم باید به همون مقاله رفرنس بدم که میشه شماره 11. میام پایین و از بین رفرنس ها شماره 11 رو پیدا میکنم که این مقاله هستش. میتونم که این رو کپی کنم و بیارم توی گوگل اسکالر واردش کنم و جستجو کنم.
وقتی که جستجو میکنم اینجا میاد و اون مقاله ای رو که بهش رفرنس داده شده رو خودش رو میاره، میتونی که دانلودش کنی و خود مقاله رو هم بخونی که حالا که چک کنی که آیا واقعا اون مطلبی که توی اون مقاله ریویو نوشته شده درسته یا نه. و بعد میتونی که از بخش نقل قول بیای و روی رفرنس منیجر کلیک کنی که این سایتیشن یا رفرنسش دانلود بشه. اینکه دانلود شد به حالت RIS دانلود میشه که قابل باز شدن با نرم افزار مندلی هستش. وقتی که من روی این کلیک کنم این وارد مندلی خواهد شد. خب همونطور که میبینید این وارد مندلی میشه و برای اینکه من توی سایتیشن هم استفاده کنم میام این اسم این نویسنده رو حالا اینجا میتونم کپی کنم یا اینکه تایپ کنم توی بخش رفرنس. کپی کردم و میام اینجا توی ورد که جملم رو نوشتم و میخوام رفرنس دهی کنم میام بخش رفرنسز که اینجا یه بخشی داره به اسم Insert Citation. روی این کلیک میکنم و اسم اون نویسنده رو وارد میکنم. وقتی اسم اون نویسنده رو وارد کنم یا اینکه تایپش کنم این مقاله رو که وارد مندلی شده برای من میاره. یک کلیک میکنم و اوکی میکنم که این سایتیشن انجام بشه. این سایتیشن های پشت سر هم رو که بعد نوشتن جملات شما انجام دادین تعداد زیاد که حالا مثلا شد میتونین که بیاین اینجا یک بخش مثلا با تیتر references ایجاد کنین. بعد پایینش که اینجا در حالت چشمک زنه بیاین insert bibliography رو بزنین و این رفرنس اون رفرنسی رو که دادین دقیقاً به حالتی که میخواین رو براتون میاره. که الان استایلی که من انتخاب کردم Journal of Reproductive Immunology هست و این قابل تغییره. یعنی با توجه به اینکه به کدوم نشریه و مجله میخواین بفرستین بیاین اینجا اون حالت رو انتخاب میکنین. مثلا به یک ژورنال دیگه ای مثلا میخواین بفرستین میگه که سایتیشن فرمت من یا استایل من چیه ونکوور هستش. بعد اینکه حالا شما رفرنس هایتون رو انجام دادین این کار خیلی ساده ای هستش. میاین اینجا استایلتون رو انتخاب میکنین و این تغییر پیدا میکنه و این سایتیشنی که وجود داشت اینجا اسم و تاریخی نبود تبدیل شد به شماره و توی بخش رفرنس هم شماره گذاری شد که کدوم مقاله یعنی به کجا رفرنس دهی شده. در مورد اینکه این بخش رفرنسز چطوری اینجا اضافه میشه این خیلی چیز ساده ای هستش. شما وقتی که میاین مندلی رو نصب میکنین روی لپتاپتون بعد نصب این نرم افزار مندلی که اینم باز دوتا فرمت داره که فرمت جدیدش معمولا درست کار نمیکنه. این فرمت 1.19 هستش تا جایی که میدونم که درست کار میکنه و خیلی هم عالیه. نسبت به EndNote هم من تاکید میکنم که خیلی بهتره مندلی چون اطلاعات شما رو توی به صورت کلاود بیس نگهداری میکنه و شما میتونین که بعدا هم بهش دسترسی پیدا کنیم. و بعد اینکه این نرم افزار رو نصب کردیم میاین تو بخش تولز اینجا میاین MS Word پلاگین رو هم نصب میکنین که این باعث میشه که یک بخشی به صورت پلاگین روی ورد نصب بشه که بعدا اینجا قابل مشاهده خواهد بود و میتونین که سایتیشن هاتون رو وارد کنین و از این بخش هم که استایلش رو تغییر بدین و بعد به ژورنال مورد نظرتون بفرستین. رفرنس دهی به همین سادگی بود. خیلی ممنون از توجهتون. فعلا